دوستان عزیز، با ویدیوی جدیدی ما خوش آمدید. در این ویدیو به یک سوال مهم پاسخ می دهیم. بیت کوین را چه کسی ساخت و چرا ساخت؟ در سال 2008 پس از یک بحران بزرگ مالی، شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو بیت کوین را ساخت. تا امروز کسی دقیق نمی داند او کی است، اما دلیل ساخت بیت کوین روشن است. نظام پولی جهان خراب شده است. در سال 2008 بانک ها و شرکت های بزرگ طمع کردند و برای سود بیشتر تصمیم های پرخطر گرفتند. این کارها بحران آفرید. حکومت ها به جای مجازات ثروتمندان با بانک های مرکزی آنها را نجات دادند و میلیاردها دلار چاپ کردند. این پول های تازه پشتوانه نداشت. از کار و تولید به دست نیامده بود و وقتی پول بدون تولید چاپ شود، ارزش پسنداز مردم هم پایین می آید. یک مثال ساده: اگر در سال 2008 $100 داشتید، امروز یعنی در سال 2025 ارزش آن تقریباً به $65 رسیده بود. در کشورهای مانند افغانستان یا پاکستان وضعیت بدتر است. اگر در سال 2008 100 روپیه پاکستانی داشتید، امروز شاید فقط به اندازه 11 روپیه قدرت خرید آن را داشتید. با این شکل ارزش پول شما خاموشانه ناپدید می شود. در ویدیوهای بعدی بیشتر درباره این حقیقت صحبت می کنیم. اگر خوشتان آمد ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را فشار دهید تا درس‌های مهم بعدی را از دست ندهید. اما نکته امروز این است: بیت کوین برای محافظت از پول مردم در برابر این نظام ساخته شد. بیت کوین فقط یک سکه دیجیتال نیست، حاصل بیش از 30 سال کار دانشمندان کامپیوتر و ریاضیدانان است. ساتوشی ناکاموتو ایده های آنان را گرفت و سیستمی ساخت که واقعا کار کرد. همه آن را در 9 صفحه توضیح داد. بیت کوین ویژه است چون قانون دارد، نه حاکم. هیچ دولت یا بانک آن را کنترل نمی کند و هیچ کس نمی تواند زیادتر از آن چاپ کند. شما مالک آن هستید و همه برابرند. برای همین من بیت کوین را نیرومندترین ابزار مالی پس از طلا می دانم. اما این با طلا فرق دارد. در چند ثانیه به هر کجای دنیا می رسد. برای همین بیت کوین را طلای دیجیتال می نامند. در ویدیوهای بعدی کارکرد بیت کوین را به شیوه ساده توضیح می دهم تا خودتان آن را بیازمایید یا هم امتحان کنید. آن را از دست ندهید. روز خوش.